کسی نام اصلیش را نمی‌داند. بنایی است منحصر به فرد و تک رو به مقبره شاهنشاهان هخامنشی که یکی از رازهای مهم تاریخ ایران است. حالا آن را کعبه زرتشت می‌خوانند، نامی که اروپایی‌ها حدود 700 سال پیش بر آن گذاشتند، چرا که تصور می‌کردند اینجا زیارتگاه زائران زرتشتی بوده. در آن دوران نیمی از این بنا زیر خاک بود و تا 80 سال پیش کسی نمی‌دانست با چه سازه بزرگی طرف هستیم. زمانی که گروه مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو به رهبری اریک فریدریش اشمیت به کاوش در این محوطه پرداخت و خاکبرداری اطراف آن آغاز شد. کار که تمام شد این بنا بیرون آمد. برجی سنگی با 12 متر طول که بر 3 سکوی سنگی قرار گرفته و تنها یک راه ورود دارد. دری در میانه این بنا که در گذشته برای رسیدن به آن باید 30 پله را بالا می رفتند تا به اتاق کوچکی برسند که امروز خالی است. درون این اتاق چه بوده؟ چرا باید این اتاق در بالای بنا باشد؟ نمیدانیم. میدانیم که محلی ها در قدیم به آن کرنای خانه یا نقاره خانه می گفتند و 1800 سال پیش آن را بنخانک یعنی خانه بنیادی می خواندند. این را از کتیبه‌ای می‌دانیم که در زمان شاپور یکم ساسانی بر دیواره این بنا نقر و از قول این شاهنشاه ایران سرپرستی این بنا به کرتیر موبد داده شده. پس آیا این بنا متعلق به ساسانیان است؟ پژوهشگران برای رسیدن به جواب این سوال به معماری آن توجه کردند. میگویند نوع چفت و بست سنگ‌های این بنا به دوره داریوش بزرگ و پسرش خشایارشا تعلق دارد. سنگ‌ها بدون ملات روی هم چیده شدند که شبیه نخستین قسمت‌های سکوی تخت جمشید است. همین را درباره در و درگاه ورودی آن هم میگویند که مانند در و درگاه ورودی آرامگاه داریوش و دیگر شاهنشاهان هخامنشی است. همین دلایل باعث شده تا این بنا را متعلق به اوایل دوره هخامنشیان بدانند. در این صورت چرا کعبه زرتشت برای ساسانیان که حدود 600 سال بعد آنها به حکومت رسیدند هنوز تا این اندازه اهمیت داشته؟ ابتدا باید بفهمیم این بنا برای چه ساخته شده. روی سنگ‌های درون اتاقک این بنا آثاری از دوده سیاه دیده شده و همین هم باعث شد تا کورت اردمان خاورشناس آلمانی آن را یک آتشکده بداند. می شود اینطور تصور کرد که قرنها پیش طی یک مراسم مذهبی از این پله ها بالا می رفتند و آتشی را درون اتاقک آن روشن می کردند. در اتاقی بسته و بدون منفذ. درست است که دور تا دور کعبه زرتشت پنجره هایی تعبیه شده، اما این پنجره ها کور هستند و هیچ راهی به درون اتاق ندارند. سقف هم که سنگی و بسته است. پس چگونه میتوان درون این بنا مراسمی مذهبی همراه با روشن کردن آتش اجرا کرد؟ هنری راولینسون شرقشناس بریتانیایی این بنا را گنجخانه سلطنتی دانست. دیوارهای محکم، پنجره‌های بسته و پلکانی بلند به دری که در میانه آن قرار گرفته باعث شد تا این نظریه توجه خیلی ها را جلب کند. اما کوچکی اتاق آن با میزان ثروت هخامنشیان همخوانی ندارد. والتر هنینگ پژوهشگر آلمانی همین نظریه را طور دیگری مطرح کرد. او به کتیبه موبد ساسانی اشاره کرد و این بنا را کتابخانه یا بایگانی مخصوص دانست که نسخه‌ای از اوستا در آن نگهداری می شده. این نظر هم در تضاد با ابعاد کوچک اتاق بود. چگونه میتوان آن همه اسناد حکومتی نوشته شده بر پوست را در اتاقی حدود 4 در 4 متر جا داد؟ نظریه های دیگری هم گفته شده. برخی ها اینجا را مکان تاجگذاری سلطنتی داریوش بزرگ دانستند و برخی هم معبدی برای ستایش آناهیتا. عده‌ای هم آن را یک رصدخانه و تقویم آفتابی سنگی دانستند که بر هر سه این فرضیه ها اشکالاتی وارد شده. تشابه کعبه زرتشت با بنای موسوم به زندان سلیمان در پاسارگاد باعث شده تا نظریه‌های دیگری هم درباره کاربری این بنا ارائه شود. دیوید استروناخ نخستین پژوهشگری بود که تشابه این دو سازه هخامنشی را بررسی کرد. او به شباهت پلان و نمای این دو بنا با برج‌های اورارتویی اشاره کرد. برج‌هایی که قدمتشان به پیش از دوره هخامنشیان باز می‌گردد و برخی از آنها کاربرد آرامگاهی داشتند.
این شباهت و بزرگی و هیبت بنا باعث شده تا برخی باستانشناس‌های مطرح چون شاپور شهبازی و علی سامی هم این سازه بزرگ را یک بنای آرامگاهی هخامنشی بدانند. برخی پژوهشگران اینجا را آرامگاه کمبوجی پسر و جانشین کوروش بزرگ دانستند و برخی هم آن را آرامگاه اصلی خود کوروش می‌دانند. نظریه ها یکی پس از دیگری می آید و هنوز هیچ کدام نتوانسته راز این سازه باستانی را آشکار کند. کعبه زرتشت، این بنای بینام محکم و استوار 2500 سال تاریخ را پشت سر گذاشته و خود را چون معمایی بزرگ پیش روی ما قرار داده.